خیلی دوست دارم بدونم متضاد کلمه یاد گرفتن چیه؟ همه چیزایی که یادمون دادن و چجوری میشه از ذهنمون پاک کرد؟ به قسمت‌های تحمیلی زندگی کاری ندارم. اینی که مکانی که توش به دنیا اومدیم ملیتمون رو مشخص کرد. خانواده هایی که توش زاده شدیم مذهبمون رو تعیین کرد و هرچی اطلاعات ناقص بود رو به خوردمون دادن و ادای ارق ملی داشتن و متدین بودن رو در آوردن شد ترازوی ارزشامون. به هیچ کدوم از اینا کاری ندارم. دنبال اون قسمت هایی هم که گفتن دروغگو دستش رو میشه و این خودش بزرگترین دروغ بود. چرا نگفتن آدمو دوست دارن چیزی رو باور کنن که به نفع خودشونه؟ همش گفتن تو نیکی میکن و ما حواسمون رفت به خط اول. دیگه دقت نکردیم اینی که پشبندش میگن در دجله انداز، یعنی خوبی ها عاقبتشون قاطی آب گلالود جوی رهگذر شدن هستش و قرار سر از ناکجا در بیارن. چرا یادمون دادن صبور باشیم؟ چرا گفتن با آدم بی حیا در نیفت؟ چرا همش یادمون دادن عاقبت ظالم به سزای اعمالش میرسه؟ عاقبت کیه؟ چرا الان نه؟ چرا گفتن حق گرفتنیه و دادنی نیست، ولی وقتی دنبال حقمون رفتیم شدیم یاغی، شدیم آدم بی اعصاب؟ چطوری تا چشم باز کردیم این خزعبلاتو بارمون کردن و گفتن یه چیزی به اسم وجدان هست؟ چرا این همه سال تو این دنیا به شکلای مختلف ظلم رو دیدیم، شکنجه رو دیدیم، زجر رو دیدیم، شادی رو دیدیم، خنده رو دیدیم، محبت رو دیدیم، ولی وجدان رو تا حالا ندیدیم؟ چجوری میشه از ذهنم این همه درس که برای انسان بودن هست رو پاک کنم؟ چرا من باید تو دنیایی که آدمم به زور توش پیدا میشه انسان باشم؟ اون کلمه که متضاد یاد گرفتنه چیه؟ چجوری میتونم کاری که حتی براش کلمه ای نیست رو انجام بدم؟ بس دیگه، خسته شدم. میخوام آدم بشم، دیگه نمیخوام انسان باشم.